بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. بینندگان عزیز و ارجمند، ما برنامه فرهنگی و فراغتی پیام صلح را از کافدره ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند ادامه می دهیم و از اینجا ما برای شما صحیفه کلید معنی را باز می کنیم. باعث خوشنودی زیاد است که بینندگان محترم ما به این صحیفه ما یک توجه زیاد ظاهر میکنند و پیوسته به ما بیت های میفرستند از طریق تلفن تا ما برای تحلیل آنها برایشان کمک برسانیم. بینندگان محترم، در تحلیل ابیات امروز هم کمک رسان ما، راهنمای ما، دکتر علم های فیلولوژیا استاد عبدالمنان نصرالدین هستند و استاد محترم اینجا یک نفر بیننده محترم ما با چنین بیت سیدا به ما مراجعت کردند و خواستند که در تحلیل این بیت، در شناخت معنی این بیت شما اندکی به این بیننده محترم کمک برسانید. باید بگویم که بیت خیلی معمول است و همگان اون را از یاد میدانند. بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. نفری که تحلیل این بیت را از ما و شما خواستند ساکن ناحیه باباجان غفورов شریف خوجه محمود هستند. این کس ساکن جماعت اونجی کوچه مشعل. مرحبا استاد. خب بسیار شایسته تاکید و جالب توجه هست که اهل جامعه ما برای درک کردن معنی های لطیف و معنی های دلپسند شعر کلاسیکی ما توجه ظاهر میکنند. امیدوار خواهیم بود که آنها با این سعی و کوشش های خود تدریجا موفق بشوند که در گنجینه های معانی را برای خودشان باز بکنند. بیتی که معنی گذاری آن را از ما خواهش کرده اند از جمله بیت های سری زبانی و معروف جمعه امروزه ما است و گذاشتن معنی، توضیح دادن مطلب شاعر اشکالات زیاد هم اصلا ندارد. در مصرع اول این سخنور فرموده است که کسی بخواهد که مقام و منزلت و اعتبار در جامعه کسب بکند باید که در صحبت استادان صاحب نظر باشد، در حضور مربی یعنی تربیتگر و استاد علم بیاموزد و تعلیم بگیرد، از اخلاق حسنه استادان ورزیده برخوردار باشد و از دانش و فضل آنها چاشنی بگیرد و بالاخره به کمال برسد. این نکته مهم اینجا که باید علاقمندان ادبیات ما همیشه مورد نظرشان باشد آن است که سخنوران ما، تعدادی از آنها مخصوصا سخنورانی که بعد قرن 16 زندگی کردند، سعی میکردند که اندیشه های خودشان را با آوردن مثال ها از زندگی که آن را مثالیه یا یک تمثیل میگویند تقویت ببخشند. این بیت هم از جمله همین ها است که در مصرع اول اگر منظور آن باشد که انسان باید که در پرتو تربیت استاد، معلم و مرشد راهنمای خود کمال بیابد، در مصرع دویمش یک مثالی آورده است که البته این مثالی ارتباط دارد به تفکر و اندیشه و نگاه شاعرانه. استاد محترم، به گمان من واقعا هم مؤلف این خواهشنامه از ما خواهش دارند که در سر مصرع دوم بیشتر عقیده رانی بکنیم و اون را تفسیر بدهیم و عقیده شما بابت نگاه شاعرانه مرحبا. بله، اون نگاه شاعران واقعا هم در مصرع دوم خیلی بارز و برجسته است و به روشنی ظاهر شده است. این از اون جهت ما میتوانیم بگوییم که نگاه ویژه شاعر خاصه شاعران آن است که طلوع ماه و به تدریج در ظرف 2 هفته کامل شدن آن را هر یکی ما با چشم سر خود ما میبینیم. با این مشاهده هر کس این حقیقت را
کشف میکند، قابل کشف و رویا است برای آن. اما شاعران که یک نگاه ویژه و نگاه خاص و ممتاز دارند، از نگاه سیدا اون موضوعی و کمال رسیدن یک شاعر در یک انسان در نزد یک استاد، و میشود هم بگوییم که یک شاعر نوآموز در نزد یک شاعر برجسته، مثل آن است که این استاد به سان این چرخ به مانند گردون است، اینقدر فراگیر است، اینقدر محتوا دارد، و شاگرد مانند یک ماه نو طلوع کرده، ماه هلال است که به تدریج در پرتو تربیت او به کمال میرسد و ماه درخشان بگردد. و از لحاظ نگاه شاعران هم همین است که این را تنها با وارد شدن به جاذبه های اندیشه و چشمانداز سخنوران ما درک کرده میتوانیم که ماه طلوع کرده در نگاه یک شخص مقرری، ماهی که نو ظاهر شده است، اگر شکل یک هلال یا داس را داشته باشد، به تدریج کامل شدن آن یک حکمی مقرری است. اما شاعر میگوید که اگر این مهر و التفات و عاطفات و مهربانی های فلک نمی بود، این ماه نو طلوع کرده به کمال نمی رسید. اصلا که یک امر مقرری است، حتما که به کمال می رسید، حتما که یک بدر منیر خواهد شد. اما ببینید که وقتی این دو مصرع با هم دیگر پیوند منطقی پیدا میکنند، این یک شعر به دنیا می بیاید، شعر عرضی ظهور میکند، چهره زیبای خودش را معنی و شعر نفیس باز میکند که در ارتباط این مصرع ها ما میتوانیم مطلب را درک کرده توانیم. و هر شعر دیگر هم که اگر ما بخواهیم که لذت معنوی آن را درک کرده باشیم و یک حلاوت معنوی اندر وجود ما تجلی بکند، اندر وجود ما به ظهور برسد، باید ان همین نکته های ظهور پیوستن اندیشه و تفکر سخنوران را در لحظه های به عالم آمدن یک معنی لطیف احساس کرده توانیم. خود همین سیدا مثلا در یک جای دیگر میگوید که نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد، سگ چو شد دیوانه آن را میتوان زنجیر کرد. ببینید این یک مطلبی که اصلا میگوید که نفس سرکش را عقل پر تدبیر مسخر کرد، یعنی تسخیر کرد، به اطاعت خودش درآورد. یعنی نفس ما سرکش است، نفس ما خیلی سرکشی ها دارد، اما ما عقل داریم که با زنجیر عقل ما اون نفسمان را دیگر به بند می آوریم و نمیگذاریم که زیاد سرکشی بکند. همین مطلب را در مصرع دوم با یک مثالی زیبا بیان کرده است و میگوید که سگ چو شد دیوانه آن را میتوان زنجیر کرد. یعنی نفس ما به منزله یک سگی هست و عقل ما مانند زنجیری است که با این سلسله می شود که این نفس را ما در اطاعت خود درآوریم و این سگ نفس دیگر به انسان ها و اول پیش از همه به صاحب خود گزند نرساند. بدین منوال راه های زیاده هست، شیوه های زیاده هست که یک نکتهش ان همین است که هم در مورد بیتی در بالا بیان کرده شده و هم شاهدی که آوردم صدها مثال از شعر سیدا، بیدل، صایب، نظیری و سخنوران معروف سبک هندی میتوانیم که در این مورد اینجا به معرض محاکمه و اندیشه بگذاریم و در نتیجه اون به همین خلاصه خواهیم آمد که در شعر سبک هندی در بیت هایی که امثال این در آینده دوستان ما، صاحب نظران ما، مخلصان ادبیات باید که در ارتباط این مصرع ها رو معنی گذاری کنند. یعنی مصرع یکم با دوم چه ارتباط دارد، مصرع یکم را آورده در مصرع دوم شاعر چه گفتن میخواهد و مثالیش از کدام لحاظ جنبه های هنری شعر او را تقویت بخشیده است. اگر به این از این مطلب آگاهی پیدا کنند، بسیاری از رمز و رازهای معنی گذاری سخنوران ما برایشان گشاده خواهد شد. استاد محترم تشکر. من گمان میکنم که مؤلف این خواهشنامه شریف خوجه محمودوف به این سوال خود به طور قناعت بخش جواب گرفتند و صحبت ما و شما هفته آینده باز ادامه خواهد کرد ان شاء الله. تشکر. سلام.